بیونامه یا همون زندگی نامه کیمیا علیزاده. کیمیا علیزاده زنوزی زاده 19 تیر 1377 در ایران، تکواندوکار ایرانی تبار بلغارستان است. او تا سال 2018 برای ایران به رقابت می‌رفت، ولی پس از ترک ایران از سال 2019 تا 2023 در قالب تیم پناهندگان و از سال 2024 بدین سو برای بلغارستان به رقابت می‌پردازد. زندگی شخصی: کیمیا علیزاده زنوزی در 19 تیر 1377 در کرج و در خانواده آذربایجانی زاده شد. مادرش اهل استان اردبیل و پدرش نیز اهل شهر زنوز شهرستان مرند است. کیمیا فرزند بزرگ خانواده است و یک برادر کوچکتر از خود دارد. کیمیا علیزاده در 31 مرداد 1397 با حامد معدنچی که والیبالیست بود ازدواج کرد. کیمیا علیزاده در اواخر تیر 1401 در یک پست اینستاگرامی خبر از طلاق خود با حامد معدنچی داد. کیمیا علیزاده با انتشار یک پست در حساب کاربری خود در اینستاگرام در مورد وضعیت خود در ایران و مهاجرتش به خارج توضیح داد. دارنده 3 مدال جهان و المپیک در این بیانیه از وضعیت خود در ایران ابراز ناراحتی کرد و خود را یکی از منیان زن سرکوب شده ایرانی دانست و گفت که مقامات جمهوری اسلامی از موفقیت او به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده کردند. کیمیا علیزاده خطاب مردم ایران گفت چون نمیخواستم از پله‌های ترقی با نشستن پای سفره فریب، ریا و فساد بالا بروم، به همین خاطر رنج دوری از وطن را به جان خریدم. نام کیمیا علیزاده به عنوان نخستین زن ورزشکار ایرانی در چند زمینه به ثبت رسیده است. نخستین مدال‌آور دختران ایران در قهرمانی نوجوانان جهان 2014، نخستین مدال‌آور دختران ایران در المپیک تابستانی جوانان مجدداً 2014، نخستین مدال‌آور تکواندو زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با به دست آوردن مدال برنز 2015، نخستین مدال‌آور ورزش زنان ایران در رقابت‌های المپیک با دریافت مدال برنز المپیک، نخستین حضور یک زن تکواندوکار ایرانی در دیدار پایانی رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان. حالا به نظر شما کیمیا علیزاده تصمیم درستی گرفت یا نه؟